بشین. اگه موقع اسکات زدن و نشستن این اتفاق براتون میفته، نمیتونین کامل بریم پایین، به پشت میفتین. یه بار دیگه برو. این دلیلش اینه که تاندون آشیلتون کوتاهه. این حرکت ساده رو براش انجام بدین. برو. یه پا جلو، زانوی جلو خم. تاندون آشیلتون رو باید کش بدین. انعطاف این که بره بالا، به راحتی میتونین کامل بشین و بیاین بالا بدون اینکه تعادلتون به هم بخوره. پاتو عوض کن. یه حرکت دیگه هم که میتونین براش انجام بدین اینه. آقا رضا بیا پنجه‌هاتو بذار اینجا. حالا اسکات نصفه برو. یه وزنه میزنید زیر پنجه‌تون که خودش تاندون آشیل رو کش بده و اسکات نصفه میری. تو حالت کشش تاندون آشیل دارین اسکات میری. برو چند تا. خوبه. این دو تا حرکت رو انجام بدین. انعطاف تاندون آشیلتون میره بالا، به راحتی میتونید اسکات بزنید بدون اینکه تعادلتون به هم بخوره.